خب دوستان عزیز، یونیت کتاب پلاس رو می‌بینید. یونیت وقتی که به دست مصرف کننده میرسه به این شکل، به غیر از بازی چراغ همه چی روش تقریبا نصبه. یه دونه این صفر وقتش نیست، یه دونه هم بازوی چراغ نیستش. مدارکی که وجود داره داخل این بازوی چراغ و چراغ شامل کارت گارانتی و راهنمای استفادهشه که ما باید اینو اول قبل از اینکه نصب کنیم پر کنیم بفرستیم واسه کارکنه. یونیت هایی که سری جدید هستن یک رمزی دارن که برای اینکه فعال سازی بشن بعد از اینکه این فرم رو به کارکنه ارسال کردیم رمزش رو برای تکنیسیان مورد تایید خود شرکت ارسال میکنن. خب بعد از اینکه این فرم رو پر کردیم میفرستیم به خدمات از فروش شرکت که اینجا که میبینید تا این کد رو برای ما ارسال کنه تا بتونیم پوزیشن های یونیت رو به حرکت در بیاریم. در این حالت مثلا هیچ یونیت اگه به برق بزنیم پوزیشن ها کار نمیکنه تا بتونیم این جعبه پایینیش رو باز کنیم. خب برای در آوردن این بخش پایینی یونیت باید این قاب از اینجا در بیاریم. زیرش 4 تا پیچ داره، 2 تاش این بره 2 تاش هم اون بره. بعدش این در میاد یونیت روی کف وای میست. این 2 تا پیچ باید باز بشه به اضافه اون 2 تا پیچی که اون بره. خب چراغ طرح فارو رو میبینیم، پشتش سنسور داره. وقتی با دست میکشیم چراغ روشن میشه. بعد یه قابلیت دیگه ای که داره وقتی که دست جلوی چراغ قرار میدیم نورش کم و زیاد میشه. خب چراغ از جلو هم خاموش روشن میشه. بعد علاوه بر اون از جلو هم تنظیم میشه نورش. وقتی دستمون روی اون دکمهش قرار بدیم نورش کم و زیاد میشه. یه قابلیت دیگه هم که داره چراغش 2 نوره. وقتی که اینو میزنیم نور تغییر حالت میده، نور سفید و نور زرد رنگ. Você garantir تعالوا üründen farklı. İnşallah hiç böyle müşteri olacağını aslında soğutucu mu kalıyor? فیلم خب بعد از اینکه خب بعد از اینکه چراغ طرح بابا بیده که دایان